مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند پرونده جنایی مربوط به 199 نفری دست داشته در آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده به دادگاه فرستاده شده است. از این شمار 172 نفرشان طرفداران سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان و باقی اعضای حزب ممنوع شده نهضت اسلامی می باشند. به پرونده مربوط به آشوب مسلحانه روز 4 سپتامبر سال 2015 مهر مخفی زده شده است و محاکمه دادگاهی این نفران هم پشت درهای بسته جریان می گیرد. درباره آنچه که امروز در نشست مطبوعاتی دادستانی کل صدا داد صحبت داریم با خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه مومن احمدی. مومن سلام، بگوید در رابطه با جریان تحقیقات پرونده مربوط به آشوب مسلحانه ماه سپتامبر باز چی تفصیلاتی نو صدا داد؟ سلام خیرامان. در نشست مطبوعاتی که با شرکت مقامداران پروکراتورای گنرالی تاجیکستان برگزار شد در برابر ده مسائل دیگر اینچنین به حادثه های 4 سپتامبر سال گذشته نیز توجه کرده شد. از جمله حرف تازه‌ای که در این نشست در رابطه با حادثه های 4 سپتامبر صدا داد گفته شد که حادثه های 4 سپتامبر پرونده علاهیده شده است تفتیش میشد و اینچنین یک پرونده و یک تفتیشات علاهیده حالا در دادستانی کل جریان دارد که این دست داشتن سازمان‌های خارجی و کشورهای خارجی در این آشوب می باشد. مقامات دادستانی کل تاجیکستان اظهار داشتند که با این پرونده مهر مخفی زده شده است و آنها نمیتوانند اسم کدام کشور یا سازمان خارجی را به خاطر خلل وارد نکردن در جریان تفتیشات نامبر کنند، اما این پرونده بعضی حالت‌ها را در آینده روشن خواهد کرد که مستقیما کدام سازمان یا کشور خارجی در آشوب 4 سپتامبر که به واسطه نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع و محیدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را در آن گناهکار می‌دانند روشن خواهد شد. آیا مقامات درباره شکایت نزدیکان و پیوندان بازداشت شده ها در زمینه عدم تماس، پایمالشوی حقوق آنها در بازداشت و احتمال تحت شکنجه قرار داشتنشان چیزی گفتند؟ چیزی خاصی در رابطه با این نگفتند و تنها مقامداران دادستانی کل تاجیکستان اظهار داشتند که 199 پرونده مربوط به حادثه های 4 سپتامبر به دادگاه ارسال شده است که از آن 172 نفرش افراد غیر حزبی، یعنی که اونهایی هستند که شامل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبودند. و در برابر این که آیا واقعا شکایت نزدیکان آنها درباره نقض حقوق آنها در زندان و اینها شده است یا نه، اظهار داشتند که همه تفتیشات در چارچوب قانون برگزار می شود و تاکنون هیچ شکایت خطی از کسی اونها دسترس نکردند. امروز اینچنین برای نخستین بار مقامات دادستانی درباره وجود پرونده جنایی در نسبت نجم‌الدین سعیدов رئیس نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنقره هم صحبت کردند که در قلابی متهم می شود. سعیدов برادری رئیس کمیته گمرک تاجیکستان و رهبر سابق آژانس مبارزه با فساد است. بگویید در این زمینه چی معلوم شد؟ حالا دادستانی کل اعلام کرد که واقعا پرونده با ماده 247 کودکس جنایتی یعنی قلابی وجود دارد و بررسی دارد. دیگر اونها شرحی بیشتر ندادند که قلابی گفته یعنی اونها چی را در نظر دارند. قبلا هم رسانه ها گفته بودند که برادر عبدالفتاح غایب نجم‌الدین سعیدov که رئیس تاجیک صادرات بانک بود با پرداخت جریمه از جوابگری جنایتی آزاد شده است. اما مقامداران دادستانی کل تاجیکستان این حرف رو رد کردن و گفتن که الان پرونده ختم نشده است و تفتیشات نه تنها نسبت نجم‌الدین سعیدov بلکه چند نفر دیگر که حالا نامشان آشکار نمی شود ادامه دارد. تشکر. مومن احمدی از شهر دوشنبه خلاصه های اساسی نشست مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان را ارائه کرد.